بله. شکر زنده بشی خوبی؟ چیکار کنم؟ چیکار کرده؟ چرا شما سیوا کرده؟ چرا آخه؟ با می شرایط حالا وقته که شما سیوا کنه حال پول ما این شما حالا اگر زن آبان باشه خوب با می فعلا انتیاگی به ندارم کسی خونی هم به خونه دیشته باشه و اگر می دیشتم دادیم اکی بالاتره می آوردم من خودم به دست شما می دادم ندارم فعلا یکی ندارم این وقتی که ما با شما میگفتیم که کار کنین به خوب پس انداز کنین یک غلک پیدا کنین سهمیت روزی به درد شما میخوره شما به قصه نبودیم مصرف شما خیلی بود هرچی به شما میگفتیم مصرف شما بد میخورد بد فکر میکردین حالا نمی وقت به درد شما میخورد نی با من احتیاج بده نی هم به یک دیگه احتیاج بده شما رای نکنیم نانی من خدا می نداشته باشه خوب اگه دیشته باشه خب با شما میدم اما با نانی بفهمه که شما سیوا شدین یک ساعت گریه میکنه خب با شما زنگ میزنم دیگر دماد موسیقی همین آدم بیکاری روز تا شوخ و بیکاری سر میکنه کار پیار سیوا کرده یک خوشی نداره با من احتیاج شدن که یک 5000 پول بده حالا من پول دارم که با شما پول بدم یا نه من پول دارم حالا میتونه به درد شما پول میخواد وقتی که به شما میگفتیم خب غلک بگین خوش پول بندازیم به قصه نشده حالا میتونه باشیم تا یک کس شما پول به قرض بده خود شما میتونه تا به سر خوبیاره اینه جوشتنی اشتنه جانجل خیلیاته لیلا بشنیدم که پیار تو سیوا کرده راسته پیار ما برو مرا خرج زندگی ما سیوا کردم چکار میتونی؟ گردانم بند باشی یک گریپی به من ندادم یک پیاله برنجی ندادم یک پیاله ماشی ندادم یک قاشق روغن چای هیچی همه و زن میگفتن فقط فرشا تخمانی خواهیم اینجا از شما نلی که بالشته از شما دیگ دست به دیگ نزنیم از این شو از سبا همه کلن جل پستک شما سیوا خاشی نخره یک بیتن پل ندادم خرج خونه خوگی لگه گوله میاری مصرف زندگی خوب فاسی بعد مجبور برم کار مداری بری بیا نرو بس کار دارم برو بس سردل ندارم برو آبا تو کار دارم پول میدم بیا برو بله خیلی بینی بیلا سکو برو بیا یک کاری کن خوب چیکار کنم امی گو مارور دار بو قراره که ده بشورد با تو یک سدی میدم بیا میبری با عموم نه با عموم کنارجو تاقله کنارجو برقراره که ده برم جگاه استاد کو 400 روی بکلی برید پا گل بشو ریف کو بردر بیا یک سدی بتون میدم یعنی که جیره اگه بازی رو بشیشتم بیاودم و دست راشم تسلیم دادم با گفتی من به سر تو کار کشیدم دروغ میگم های گله جو من دگم کار سر تو کلاغ دیشتم سکر فکر از ما تو مسئله همسایه داری سرا شما هنی بره سلام بزرگ پیشون دالونه سلام خونه شما ای بره خونه ما بزرگ پیشون دالونه بجیر جان برارم من یک ریپ پول ندارم اگه تو کمک نکنی او کمک نکنه کی به من کمک کنه امشب شاید که دیگه ما دومروه امشب تو را میخورم در دهنم بانگم امشب تو را اگه بیام سرزمینه شما هرچی بار کردیم مداخل بگو یک دیگه که همین دکتر که بگی لک بزنی احیرات لیستی یعنی از سر بانجون پیمیا بیام هسته چی؟ به سر زمین بانجون بیمیم خود خود چینی آگی لگو خدای سر برو من ای تا با تو غل میدم همون زر هرچی من با همون رفتم خودم اون زر نشیشتم امروز گوی تو نمیتی بیشونو که ازمه پاکتر نبودد بیا میتو اصلا بگو تو انسان بچه خوبی نی بیا که بریم از سرزمینی وکنم بودو دست سرزمینه؟ بله بیا یک سیدی هم با تو بیا خوبه خیلی الله رمضان خیلی جان تو جوره چی گپوه راستی سلامت بشی
خب شطور بدیدم برو جو. یک نفر به کار دارم این خرمن خو ما این لط کنم دم این دستگاه بخور استاده باشه کم حداقل هم گندم بندازه تا دستگاه. کارگر می چتاکی باشه. خب دیگه کارگر الده باشه. کارگر بغیر از گیلک دیگه کی نه به این منطقه. یالا کو تو به خدا راد از رو به درد پیار خونه خود به درد نمیخوره. برا را خور بگردم تو حال مجبوره که کار کنه به خاطر از اینکه پیار یور بدر کرد از زندگی خود برو برات کار خو برو حال سیوای او مجبوره کار کنه. ولی یار فکر نکنه که سیوا هم باشه کار کنه. معلوم هم نیه که به کجا هسته. ایت ما به تو بگم لالا رمضان خوب حال میت مجبور شده که پینجری به بزن ندی تا شم جگر خور از کار میکنه. کجا هست حال من ندیدم مردی رو سرود میشه. حالی چهار طرف دیگه جای نیه دیگه. یا به سر از زمین یا به سر از زمین برات کار میت سرگردونه میگرده. خصه من میرم بلکی او بر باشه خو اگر اور دیدی که مور ندیدی مور دیدی برای بگو رمضان به تو کار داشته. خوبه باشه. صحیحه. من میتونم به سر یکی نمیشه خو مو هم که باشه نمیشه یک نفر دیگه هم اگه بودی خوب بوده. برای میکنم من شما فقط روبرا کنی سرکار مور به شما رای میکنم. کارگر حل پیدا پیار مانه ما را سراب مرا خرج خونه زندگی بیرون میکنی میگی که تو گیلک خرج خود پیدا نمیکنی. کجا بود که ما ازم سراخ و بیرون شم مر به تا دالون کجیر ببینه میگه گیلک بیا برو به تو یک سدی میدم می گواگ مال بشور همه امروز عمل پیار میبینی که بفهمیدیم مرا سراب مرا خرج ما بیرون میکنی میگی تو تنبلی تو خرج زندگی خود کار نمیکنی. آنه این صدری پیا خدا مهربانه با تا سعی کنی میبینی همسایه دیگه میگه بیا خر مال بشور بیا گوسفندا مال بشور. فهمیدی؟ چیکار میکنی؟ بله چیکار میکنی؟ همه گاو کجیر بیاوردم بشور صدری پی با من میده. اگه هر کار میکنی اینجا خرج زن و بچه خود مکمل میکنی و خونه خم میکنی دیگه بابار میکنی میخوری. بابا جو شما کامی صبح بگفته دیگه نگیم بعد ما ابری حیثیت داره می همسایه تا محله من می کجیر صدری پی با من میده گاو میشیرم میارم میبرم شاید یه خر شاید یه گوسفند شاید دیگه پیدا شه. بابا دیگه من اونا خونه شما نمیخورم بابا. دیگه که بخوری هم نمیدم به تو. دیگه دوره بر من خط بکش دیگه. خط بکشم. ها خب بابا چشم. ها باش دیگه من گفته هر دم به تو جربستی هم ندارم گفتگوی هم ندارم فقط خرج خود پیدا کن بیا من خونه خود زن و بچه خود به دوره بر من دیگه نیایی بابا نه. بابا تا زمانی که زنده باشیم اگه شما نون خونه ما خوردیم اسم گیلک بگذاریم بیاغلط بکو نون خونه ما تو نخور نه من نون خونه من تو. شما رو میمون نمیکنم. اصلا میمون نخور. ها شما من میمون مگر نکنم. برو میخانه مادر تو هم بگیرو که بیسته بابا خوبه لگه آره به گرم دون به خوبه زده تحریمه بیسته باید به تو نونهایی به خونه تو تیر نکنه. نمایه من رفتم دیگه فکر خود بگیر. اصلا بابا دیگه از این به بعد دونا خونی شما به من حروم. برو دیگه بفهمیدی؟ خلاص از ما تو این حالی که یک جایی به تو بدادم بشوری این یک بعد خرج تو نمیخوام جایی دادم به من شکیب تبریزی داده که بشوری بسی نیست زندگی پیشوری. خدا برستینیه خدا برستیه می مادر معظم جاتی می مادر خوباشون خوب مگه من بفهم همین مادر می بیا طلاق شما رو بده بابا اصلا شما رو بابا طلاق ده تو می جگه 5 دقیقه بسته که ما برون کمی شمپوی ریکای بیارم تو رو بشینم نالس فقط میگی سرشیر خوردی به من نالس لبا خورد من می جگه بشی برون کمی پودر بیارم بفهمیدی یا متا سر تو باشه گم نشه خب کلا انگار که خنک میخوری تو سیکوتی یار آدم بی عقلی بیدی که برای حقوق کارگری اور میدم. خوبه باشه خوبه. دلجم باشم دلجم باش پشت پکو. مور پیدا کردم اگه دیدم مور میگم که بیا. صحیحه خاله که من میرم برات گیلا یک کارگر دیگه هم تو پیدا کن. خوبه باشه. صحیحه من دلجم که صبح خرمن خلات میکنه. جمع باش خوبه صحیحه خدمتی لنگای و لنگاز دلبر بلبل مسیح گیلا این گوساله را کجا آوردی شما که گاو ندارین. بله گوساله را کجا آوردی گساله کجیره
های به دست تو چه کار میکنه؟ این به گسالر ببردن که به ببردن گسالر به چیز بشیشتم. این بشیشتم به من گفت کباب بر بشوره. آخی گیلک پیار تو سال به 12 از تو میناله کی بیکاری میری با گوا مردم میشوری. برا جواب داد من. کی جواب داد؟ جواب داد من خرج زندگی لکه بیرو که یا تو یک لیپی حروم باشه به ما داده باشه، یک پیاله برای اینجا حروم باشه، یک قاشق روغن حروم باشه، یک کپ چای حروم باشه، یک خلیط نمک حروم باشه. رمضان هش باش مرتور بگیره فقط. ایران که من میبرم میشیرم این برای من کجیر تلفاق من سدی میده. من از این به بعد سر خور به تست با پاخ و پیج میدم بفهمیدی. از این به بعد کار میکنم که به خاطر از این که من خرج زندگی حال به خود خویفته. حال به خود خویفتدم دیگه بس توبه که من بیکار بگردم. مردم بیکار نمیگردم.